محمد صفا نوزلوف ژورنالیست زاده نویه تاجیک‌آباد روز 11 اکتبر سال 2022 ویدیوی شبانه در یکی از کوچه‌های مرکزی این نویه سیروگشت کردن خرس تنهایی را نشر کرده است. از شتابان و عروسان را گشتن خرس برمی‌آید که این جانور وحشی ظاهراً رهگم زده وارد کوچه‌های اسفالت‌پوش مرکزی نویه تاجیک‌آباد در شرق تاجیکستان شده است. در ویدیوی کوتاه نشر شده دیده می شود که وقتی که خرس آدمان را می بیند بازم بیشتر هراسان شده با شتاب از آنجا فرار می کند و در دل شب ناپدید می شود. در کوههای تاجیکستان خرس تیره رنگ تیانشای یا تیانشانس که بور مدوید به سر می برد این جانور وحشی به کتاب سرخ شامل گردیده شکارش منع کرده شده است، ولی با وجود منع شکارش هر سال چندین سرخرس تومه شکارچیان بدنفس می شوند. بنا به اطلاع از پلیس پوست خرس در بازار سیاه تاجیکستان تا 500 سومونی، 1 کیلو گوشت و روغنش تا 50 سومونی و 10 گرم جگرش 20 سومونی نرخ داشته. ناخن و دندانهای خرس را نیز می فروشند. گوشت خرس خوشمزه نیست، ولی گوشت و روغن این حیوان نادر را برای خاصیت‌های شفابخشش خریداری و استعمال می کنند. در کوههای تاجیکستان بر اساس آمار سال 2020 همگی 840 سرخرس باقی مانده است. این جانور اساساً در قطار کوههای ایسار و زرافشان و رشت و پامیر، همچنین در کوهستان ولایت ختلان و در شمال در کوههای قرمه و ترکمنستان به سر میبرد. خرس بزرگترین و قویترین جانور در طبیعت تاجیکستان به شمار می رود. خرس‌ها اساساً در جنگلزارها، ارچه‌زار و چراگاه‌های کوهی به سر میبرند، ولی در فصل تیره‌ماه هنگام پختن میوه‌ها چون سیب و نوک و آلو و چهارمغز خیلی پایین‌تر می‌فرآیند. گاه خرس‌ها که به استعمال گوشت عادت می‌کنند در جستجوی چاروا برای خوراک به محله‌های اهالی‌نشین نیز می‌درآیند. در چنین صورت مقامات پراندن خرس را اجازت می‌دهند، ولی تنها به نفران متخصص. خرس به سبب به آدمان حمله نمی‌کند، ولی اگر نسبت خود از طرف انسان احساس خطر کند حال آن منبع تهدید را می‌تواند خیلی تباه کند. از جمله 1 سال پیش یک آموزگار مکتب در نویه ونج برای نجات جان 2 نفر با خرس وارد نبرد شد و با جراحت‌های وزنین بستری کرده شد. سال 2014 در فیض‌آباد خرس یک عائله را از بین برد. زیدالله زاکروف همسر او شامیگل و پسر 5 ساله آنها زمان هدف حمله این جانور قرار گرفتند که پای پیاده به زیارت یک مزار به کوه می‌رفتند. همان سال در نویه رشت خرس به عبدالجبار جمالوف 15 ساله هنگام چهارمغزچینی‌اش در کوه حمله آورد. خرس اول سگ عبدالجبار را کشت و سپس به خودش در افتاد، ولی این نورس توانست است فرار کند و جان به سلامت برد. در دره رومیت یک چوپان تصادفاً به لانه خرس دچار شده است. در آن لانه 2 خرس بچه بودند و مادر آنها به گمانی که این چوپان میتواند به فرزندان او ضرر برساند به چوپان حمله کرده است. چوپان در درون پیرخ پنهان شده است، ولی نقل میکند که خرس از بالا به طرف او چند سنگ کلان را هوا داده است. خوشبختانه یگان سنگ به چوپان نرسیده است.